یا خدا یا خدا، ماشین میخرید باید یه همچین تستی بکنید. میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم، اصلا پشمیزون. این ماشین جدید جیپه، همینجوری که میبینید تو نمایشگاه براش پله ساختن، از پله میره بالا. اونجا یه چیزی مثل سراشیبی ساختن، از اون سراشیبیه میره بالا. مثلا نگم براتون. اینا ماشینای جدید جیپ هستش. به این صورت که میبینید یه سری مانع‌ها درست کردن که این ماشینای جدید از روی اون میرن بالا و شما حتی میتونید تست درایو بکنید. اونجا از پله ها داره میره بالا. یا خدا، کجاست این جی ام سی چینی؟ اونجا از یه سراشیبی داره میره بالا. اونجا هم که شما میبینید مانع‌های مختلفی رو میبینید. کسایی که این ماشین رو میخوان بخرن اول تست کنن، بعدش